شبیه جاده چالوسه. چالوسه بلدین کجاست دادا؟ حاجی من فلان دارم با حاجی میگم ما فردا دوباره اگه میخوایم بریم توی این کوکمر و خاک و ما آدم تمیزی هستیم. من 2 ساعت داشتیم حاجی کلفتی میگردیم داشتیم خودمون میشستیم. حاجی میگه نه فردا میریم توی پارک اونجا فرق داره. حالا بریم چی میشه. اینجا الان اومدیم یه کسشرخ ملودو جلیتو بزنیم ببینیم چی جوریه اینجا برای همون تفکیک اراضی مرازی ها. مرزن آباد حاجی بالا میای به سمت کوهکیلویه اونورا. لانا دل ری بود گوش کنی اینجا حاجی به آسمون خیره بشی. What else better brother. رستوران داریم میریم یکی این رستوران سر راهی بشینیم به صرف کافی و شیرینی. بچه ها بالا سرتون نما کمارش اونجا رو. وای اینجا حاجی احتمالا شارلوتینا اینجا. چیه؟ تابلت داریم بالا. او شیشه رو بده پایین. اینجا مغازه ماست. بده پایین شیشه رو. علی چی نگاهی داره میکنه. عکس از این بگیرم. آقا اومدیم اینجا با حاجی میخوایم غذا بخوریم. شب یه رستوران بوک بکنیم فلا اینا. میگم یه سوال دارم. میگم خسته نمیشیم؟ من آرش میگه شاید زیادی داریم من مردم خسته کردیم. میگه مگه تبر گردن شما نذاشتن نگاه نکنین؟ یه سری آخه خوششون میاد. بذارم یا نه؟ قشنگ است دیگه. چیز دیگه اینجا نه همینجا بیابونه دیگه. اینجا رو نگاه کن. ختنه کرده باشه 20 ها. اون چیه خارکوس روی کوه؟ ایران بود درجه بمب میزدن خار آثار باستانی رو میگاییدن که میگفتن خدا نگهدار شبیه آلت تناسلیه. خدا آدم میمونه هستن. خورشید جان بتاز ببینم بیا. بتاز ای خورشید تابان. بتاز ای خورشید. اون که نم باران بود که خار کسیش. آقا قبل شام میخوایم یه دونه برگر بخوریم الان با یه آبجوی تگری. اینجا هم یه از این بازارچه هاست بهش میگن کسینا. بچه ها اینو نگاه کن. این آخر اگه نیومد حالا وایسا حاجی منتظر این من با همین ازدواج بکنم اینجا باشم چی میشه؟ ای بابا بده بابا اون بابا بسته باخشه همون بسته. حاجی تمسایی. آرش یکی این سنگا رو بگی بزن تو کله پسر من استوری بگیرم. آقا از این مغازه اینو برای خودم خریدم. این یه ماجرای طولانی داره. سگشون ها بگرد the dog sitting there. She's a cool lady. How much gonna be all together? $9,000. این دیگه گردن من میمونه. قشنگه نه؟ آرش باحال شد نه؟ این ماجراها داره اینو میدونی یا نه؟ انرژی آریزونا رو میخوام بخورم ببرم. چی بخرم برای شما؟ مغازه است. زنه بیچاره چی کاسبی هم نکرده. قشنگه نه؟ آره حاجی وای به مغازه رو میبینید دیگه. نقاشی هاشو رو ببین. با این مغازه اینجوری حال میکنن. ماشروم بازی فلا اینا. این چاقالی مفور اینا رو هم گرفتم ببرم هیوستن. خوده بوهای باحالی میده. اینا هم حاجی خرید. I don't remember exactly what that one is off the top of my head, but it is one of my, that's actually one of my favorites, but
So tiger's اینم eye. راجیه تایگر آی. And so this is your balancing your strength, your Really? fairness, discernment. And so it's اومدیم اینجا برگر بخوریم. تو رو نگاه کن چرا خوشگله، همش چوبی. این یارو رو نگاه کن. اومدیم اینجا برگر بزنیم. آجی اصلا دنیای عجیبیه. آره دوش سر بگیریم باورم میشن. یعنی گفتم این دخترها رو بندازم روی دوشم فرار کنم. آقا اینجا تو رستوران الان نشسته بودم، دیدم یه آقای ایرانی تو ویدیو هم نمیخواد باشه. خب دیدم شیشه ماشین پایینه، نمیدونستم چجوری به اینو برسونم. خودش هم مثل ما بود، مشکل داشته ولی الان سالم شده، ترک کرده. اینجا زندگی میکنی؟ هیوستن زندگی میکنی؟ اینجا چی کار میکنی؟ دمت گرم، دست در نکنه. حالا بده من باش صحبت بکنم. دیدم پشت سرم هم وایساده بودم، خدایا منم اونی که پیرهنو گذاشتم تو ماشین. گفت دیدم شیشه پایینه. دمت گرم. مثل ماست، داداشم هم ترک کرده. آره آقا مخلصم. خب بگو حاجی یه چیزی بهتون بگم، با وحشت میکنه. پرواز هیوستن که گذاشته بودم، این آقا با ما پرواز گرفته بود، با ما اومده، با ما برمیگرده. خب نمیتونستم اینجوری پیدات کنم، اومدم اینجا که تو رو ببینم. کادرم اون آورد. خب من به خاطر تو ترک کردم. حالا شما که نمیدونین کی، گفت من هروئینی بودم به خاطر تو ترک کردم. گفت کار بزرگی داری میکنی. خب ببین چقدر کارت بزرگی که حاجی من گازشو گرفتم اومدم تا اینجا. دنیای حاجی اصلا چی داره میشه پروردگار میدونه. حاجی رنگین کمون رو نگاه کنی. Look at the rainbow. Wow. حاجی وسط خیابون داشتیم میرفتیم بریم خونه بخوابیم، یهو دیدم دو تا مشتی اومدن وسط خیابون. گفتم ما از آریزونا فنیکس اومدیم تو رو ببینیم. یه تیم ایرانی، همه مشتی، بچه‌های باحال اومدن اینجا یه هنگ اوتی بکنن، ما رو ببینن. اینا حاجی اصلا داستانیه. ایرانی‌ها با معرفت، مشتی رئیسشون هم بکنم این آقا. آره مشتی اون رفیقاشون هم هستن. یه 7-8 تا دیگه هم میگه خونن، حالا فردا قراره همه رو ببینیم. آره ما فکر میکردیم اینجا ایرانی نیست برادر، اینجا یه جورایی اوضاع وخیم‌تر شد. دم شما گرم. فعلا نوکرتم، برمیگردم چند دقیقه دیگه. حاجی دنیای عجیبی شده، باور کنید. ما دیروز داشتم من حاجی میگفتیم اینجا اصلا هیچکی نیست و یه روستا. اون با معرفت که اومد تیشرت برای ما گذاشت تو ماشینمون، بعد اونجا رستوران بودیم دیدم بغل من اومده وایساده، همون داشتمون که ترک کرد. این رفقای ما که الان دیدیم بچهای بال، این آقایی که اومد بغل من دایی اون بقیه بود. گفت 2-3 تاشون خونن و اینا. بعد تلفن زد به دالاس به دوستش، اون دوستش هم من دید، گفت داداش من به خاطر تو ورزش میکنم فلان میکنم. جالبه که حاجی عشق مردم، محبت مردم خیلی جالبه. والله به قرآن با ما کاری برای کسی نمی کنیم که، نه راهکار پول در آوردن بلدیم که به کسی یاد بدیم، نه میگیم آقا ورزش بکنین و همین سالم زندگی کنین دیگه. مردم با عشقن. حضرت عباسی وحشتناک ایرانی ها.
داشتیم الان راه میرفتیم، فردا صبح که میریم اون جیپ سواری که اینجاهای بالمالش رو ما نشون بده، بعد ظهرش هم گفت میخوایم بریم هلیکوپتر سوار شیم، همین 2 نفری هلیکوپتر سوار میخوایم بشیم برای این جاهایی که ماشین نمیره رو به ما نشون بده. حاجی گفت اگه خوشم بیاد داشتن 2 تا کور رو بخریم اینجا. حاجی گفت 2 تا کور رو بخریم، کوهایی که راه نداره، گرفتی؟ فقط با هلیکوپتر میشه رفت، بالا نگاه کنیم. بعد بریم هلیکوپتر هم بخریم. آره. بعد گفت وایسان اگه پسر خوبی باشی هلیکوپتر هم بخریم. آره دیگه اینجوری. خلاصه که آقایون دم همه رفقا گرم. این آقایی که الان تو خیابون همین که با فامیلاشون اومد من دید، میگم من خونه‌تون رو پیدا کردم، نامه برات گذاشتم دم خونه، ولی الان یهویی دیدمت. با مردم که صاف باشی همه برادرن. اون برادر ما که اول همون تیشرت رو خرید میگفت من از خواب بیدار شدم دیدم تو گفتی تیشرت رو خرید. اینجا خیلی کوچیکه، اینجا اندازه از موتلقو هم کوچیک‌تره، یعنی تو شهر کلا 50 تا مغازه هم دیگه رو پیدا میکنن. میگفت که اینجاست دیگه، نه همون که صبح رفتیم دیگه. این رفیق ما اول که اومده بود میگفت که آقای داروساز بود، همین که تیشرت برای من خرید. میگفت آقای سان شما باید یه بادیگارد بگیری. گفتم بادیگارد؟ گفتم برادر ما چیکاریم دقیقاً؟ گفتم داداش من این کارا رو کردم که مردم بیان عشق‌بازی بکنم، من مگه هنرپیشم بازیگرم؟ هنرپیش و بازیگر یکی شد که. گفتم من چیکاره دنیام که بخوام این کارا چیه؟ ما مردم رفاقت داریم میکنیم، این کارا رو کردیم که از مردم عشق بگیریم دیگه، اگه نه که بادیگارد چیه؟ خلاصه که آقا I love you همتون دیگه، همین دمتون گرم، شرمنده کردین. آقا ساعت 8 حاجی اونور خوابه، ما هم دیگه میریم برای خواب دیگه، انشالله 4-5 صبح بیدار شیم. خستم حاجی، این یارو 4 چرخه پدر کمر به ما رو شکوند. ما هم دیگه سن و سال ما مثل قدیم نیست که. این گوشم اینجوریه، دوباره عرض میکنم به خاطر خرگوشاست. بیا امروز یه گوشه، چون خرگوشا. این چیه؟ آقایونه که دکتر چشم هستن، این چیه حاجی؟ من الان دیدم اینو. این چی کیه خریده داد برادر؟ داره ما رو میگای خدا جان ول کن دیگه، و دست ما هنوز خوب نشد. ای داده بیداد، این چیه؟ باید برم یوستان برم دکتر ببینیم چیه قارکوزه زده با. این دیوار طرحه مثلا اسکیج انگار مثلا بازداشتگاه این ابدیات هم با ناخون میکشن یادگاری میمیسن. آره دیگه داشت من میخوابم، فردا باید بلند شیم بریم همون جیپ و دوباره توی هم خاک و خل و کسابت بازی. بعد ظهرم میخوایم بریم هلیکوپتر کس چرخ بزنیم و فردا شب شام و پس فردا حرکت به سمت منزل، زندگی عادی. حاجی هم 3 شنبه میره اروپا، 2-3 هفته دیگه میاد. آقا من دیگه میخوابم دیگه. شب شما بخیر، روز خوبی در ایران و شب خوبی رو در بیرون از ایران داشته باشین. روز بدون هیچ کیره خری رو برای شما آرزومندم. یک روز بسیار آروم با انرژی خوب. قربان شما، نه برای خودتون دردسر درست بکنین نه برای مردم. زندگی کوتاه است.